چرا این پیغمبر ما قطرات خون مبارک از وجودش میریزه؟ به خاطر که پیغمبر کوچه به کوچه میگشت تا نعره توحید، نعره الله اکبر در دنیا بلند شود. اگر در چین بری، اگر در اسپانیا بری، در هر منطقه دنیا وقتی که برین اونجا ببینین که قبر یک صحابی مبارک اونجا هست یا مجموعه صحابه هست. حالا اینجا برای ما سوال پیدا میشه که چرا یک صحابی مبارک یک لک نماز، یک رکعت نماز در مسجد الحرام؟ علمای کرام این خوب میفهمند که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که اگر یک نفر یک رکعت نماز در اونجا میخوانه اجرش چقدر است؟ یک رکعت. اما اگر در یک مسجد افغانستان میخوانه اجرش چقدر است؟ چرا یک صحابی مبارک یک لک اجر در یک رکعت خود ترک میکنه و میه شهید میشه در افغانستان، اونجا شهید میشه در اروپا، اونجا شهید میشه در ترکیه، اونجا شهید میشه در سرحد چین؟ به خاطر از این که صحابه کرام میفهمیدن که ما وقت پیرو واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم که بیرق لا اله الا الله را در دنیا بالا کنیم. چرا این پیغمبر ما قطرات خون مبارک از وجودش میریزه؟ به خاطر که پیغمبر کوچه به کوچه میگشت تا نعره توحید، نعره الله اکبر در دنیا بلند شود. ایناله دوستای عزیز، اگر ما پیرو مکتب عظمی صحابه کرام هستیم، اینا کسایی بودن که بیرق توحید به کل دنیا رساندن. او روز ما در اینترنت یک مسلمان دیدم سبحان الله روزه داشت، یک گلاس یک بوتلکه که یک توتنان گرفته بود، آمده در پیش قصر سفید، در پیش قصر سفید وقتی که شام میشه آذان میته الله اکبر، روزه خود افطار میکنه، همونجا نماز میخوانه. وقتی که پرسانش میکنه چرا تو کار کردیم، میگه ما پیام داریم برای مسلمان های جهان که چرا خوستین ببرین بیرق لا اله الا الله را در قصر سفید بالا بکنین. اینجاست مسلمان های عزیز، جوان های عزیز، نوسفید های گران قدر، علماء کرام، اینجاست که اینمی لا اله الا الله کمر از اینا را شکستانده. اگر میخوایم که بیرق اسلام در سر قصر سفید بالا شود، اگر میخوایم که بیرق اسلام در سر کرملین بالا شود، و این بسیار ساده و آسان است، روز به روز مردم به طرف اسلام رجوع میکنن، از زندگی مادی از اینا خسته شده، یگانه چیزی که میتونه بشریت نجات بده اینمی قانون قرآن است. به این خاطر برادر عزیز میخوایم در بین صف مسلمان ها خط ایجاد بکنن، از یک تعداد مردمای خودخواه استفاده میکنن، صف مسلمان ها را میشکنانند. برادر مسلمانی که کلمه میخوانه، مسلمانی که الحمدلله رب العالمین میخوانه، او میفهمه که رب کسی است که خالق است، مالک افغانستان دنیا کی است؟ رب العالمین است. شهر کابل کی نگاه میکنه؟ الله نگاه میکنه که رب العالمین است. از این خاطر برادرای عزیز الحمدلله که ما در جای قرار داریم که اینجا صحابه کرام است. ما بر از اینا بگویم که صحابه کرام شما خفه نباشین، ولو که شرق و غرب هر قدر زحمت بکشه در پالوی قبر شما مسلمان های موحد است که میگه مرگ به امریکا، مرگ به اسرائیل، مرگ به دشمنان قرآن، مرگ به دشمنان قانون قرآن. زنده باد نام محمد رسول الله، زنده باد نام صحابه کرام، زنده باد حفاظ قرآن. مرگ به کسایی که ضد
السلام عليكم. وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود